سلام، سمینه کورد هستم. اومدیم با آموزش دف از مبتدی تا حرفه. خب اول قراره با نوت ها آشنایتون کنیم. نوت گرد، نوت سفید، نوت سیاه، چنگ، دلاچنگ و سراچنگ. این تصویری که اینجا مشاهده میکنین این درخچه موسیقیه، یعنی اینو هر سازی که شما بخواین یاد بگیرین بهتون اول این درخچه رو توضیح میدن. نوت گرد ما برابر با 2 تا سفیده، هر نوت سفید ما برابر با 2 تا سیاهه و هر نوت سیاه ما برابر با 2 تا چنگ می باشد و هر چنگ ما برابر با 2 تا دلاچنگ می باشد و هر دلاچنگ برابر با 2 تا سلاچنگ می باشد. خط حامل، خطی که نوت ها بر روی اون نوشته میشه. میزان، فاصله بین 2 خط عمودی روی خط حامل رو میزان میگن. اینجا من براتون نوشتم این خط صافی که اینجا میبینین خط حامله و این خطای عمودی که روش کشیدیم میزانه، یعنی مشخص میکنه میزانا رو. انواع میزان داریم: میزانهای ساده، میزانهای ترکیبی، میزانهای رنگ. برای مثالشون رو نوشتم. میزانهای ساده مثل 3/4، 2/4، 4/4، میزانهای ترکیبی 9/4 و میزانهای رنگ 7/8. خب اومدیم به سراغ تکرارها. اگر همچین شکلی رو در میزانها دیدین، یعنی اینکه باید شما همون میزان رو یک بار دیگر تکرار کنین. یعنی شما یه میزانی رو زدین، رسیدین به همچین علامتی، شما باید دوباره اون میزان رو بزنین. و اگر همچین علامتی یا همچین علامتی مشاهده کردین، باید 2 تا میزان قبلی رو بزنین. یعنی شما یه خط رو کامل زدین، رسیدین به همچین میزانی، اون میزان و میزان قبلش رو یک بار دیگر تکرار میکنین. و اگر شما یه قطعه رو از اول تا آخر زدین، رسیدین به همچین علامتی، به همچین تکراری رسیدین، باید از اول تا این علامت دوباره اون قطعه رو تکرار کنین. خب توی این ویدیو قراره بهتون طرز صحیح گرفتن دف رو بهتون یاد بدیم. خب ما دفمون رو دست رو میگیم و اینکه نباید هیچ انگشتری دستتون باشه، چون در حین ضربه ممکنه که پوست دف پاره بشه. و اینکه انگشت شستون باید به طرف داخل باشه، به این صورت خم باشه، اینطوری نباشه، اینطوری خم باشه. خب ما با انگشت شستمون که اون حالتی و انگشت سبابمون دف رو نگه میداریم و این دست دیگه‌مون رو اینجا روی ساعت 9 میزنیم. بعد اینکه ما باید روی پوست دف رو ببینیم، یعنی وقتی دف رو دستمون گرفتیم بتونیم ببینیم دف رو، روی پوست دف رو